سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 22 نوامبر تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. سفر بظاهر کم واصل و یک دستاورد مهم مذاکرات پوتین و رحمان در کرمل. پرزیدنت ها چه میخوردند؟ نشر منوی نهاری بیگالستوک پوتین و رحمان در کرمل. بازداشت فاطمه غیاسووا و پسرش محمدالله در ترکیه. هواپیمای مسکو خوجند در نیمه راه در فرودگاه سمر نشست و کلین و خوشدامنی که ویدیوی جنجالش به اینترنت رو یافت آشتی شدند. و اکنون تفصیلات خبرها. با وجود اون که کرمل از پیش اعلان کرده بود که در جریان سفر رسمی پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان بین مسکو و دوشنبه قراردادهای مهم به امضا میرسند، از گزارش‌های رسمی هر دو جانب برمی‌آید در جامدان این سفر متاسفانه یگان قرارداد مهمی به امضا رسیده نیست و این سفر طوری به نظر میرسد بیشتر با پذیرایی پرزیدنت تاجیکستان از سوی همتای روسش ولادیمیر پوتین در بزرگترین تالار کرمل، تالار سبز، تقدیم اردن برای خدمت به وطن درجه 3 به امامعلی رحمان و پوتین را با سفر جوابی به تاجیکستان دعوت کردن او در یاد میماند. از این همه بخصوص از دعوت پوتین به تاجیکستان معلوم می شود که بازدید امامعلی رحمان از کرمل بیشتر خصوصیت سیاسی داشت تا مسکو به جامعه جهانی نشان بدهد که پوتین چندان در انزوای مطلق قرار ندارد و برخی سران کشورها به دیدار او میآیند و او را هم به مهمانی به کشورهای خود دعوت میکنند. ظاهرا در دوشنبه نیستند و به خاطر آنکه شریک استراتژی نرنجد به این سفر صرف نمایشی و تقریبا بی‌حاصل راضی شدند. بقیده ناظران برای تاجیکستان که بیش از 1 میلیون شهروندش در روسیه در مهاجرتند از خود خوش و راضی نگاه داشتن کرمل و شخصا خود پوتین که بعد جنگ ضد اوکراین خود را در انزوا حس کرده خیلی عصبانی است، به صورت خود دستاوری اندک نیست. بنا به اطلاع رسمی تاجیکستان و روسیه در انجام مذاکرات پرزیدنت های دو کشور ولادیمیر پوتین و امامعلی رحمان 8 سند به امضا رسانیدند که از این شمار 4 سندش در سطح یادداشت تفاهم یعنی خصوصیت نیت طرف است، 2 تای دیگرش نقشه همکاری وزارتخانه ها و تنها 2 سندش سازشنامه نهایی، ولی آنها نیز در مسائل نه چندان مهم و تقدیرساز چون سازشنامه مقامات گمرکی دو کشور پیرامون اعتراف طرفین مقامات تنظیمگران وکالتدار اقتصادی و سازشنامه بین اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان و مرکز ملی تحقیقات اینستیتوت کورچاتوف فدراسیون روسیه اوید به همکاری‌های علمی و تکنیکی. ناآمادگی کرمل به سفر امامعلی رحمان در سخنرانی پوتین نیز حس می‌شد، چون که او دیگر باره ارقام آمار سال گذشته را برشمرد که حجم تجارتی دو کشور در سال 2022 به حد 24% افزود و به 1.7 میلیارد دلار رسید و صادرات محصولات کشاورزی تاجیکستان به روسیه سال گذشته 80% افزود. پوتین همچنین طرحهای گونه‌ای چون بنیاد 5 مکتب روسی در تاجیکستان، فرستادن 72 آموزگار روسی و نیروگاه 15 سال پیش ساخته شده سنگ توده را بار دیگر همچون نمونه های همکاری دو کشور برشمرد، ولی درباره تجارت دو کشور در سال 2023 یگان رقم نآورد. او تنها از آن اظهار قناعتمندی کرد که 83% تجارت بین روسیه و تاجیکستان حالا با روبل صورت میگیرد. یک موضوع برای تاجیکستان ایوتا مهمه که همه چشم برای مطرح شدنش در منتظر رحمان و پوتین در کرمل بودند مشکلات مهاجران تاجیک بود که در این اواخر به موج معرکه‌های نوی فشار و ایجاد محدودیت‌های نو به نو دچار شدند. پوتین در اظهاراتش در پی مذاکرات با پرزیدنت تاجیکستان موضوع مهاجرت را به قول معروف یک گفت و گذشت. در روسیه نزدیک 1 میلیون تا بیش از 1 میلیون از تاجیکستانی‌ها کار می‌کنند. آنها در ساحه‌های گوناگون مشغول کار بوده به رشد اقتصاد روسیه سهم بزرگ می‌گذارند. این هم مهم است که پول‌های فرستاده آنها یک تکیه مهم برای اقتصاد تاجیکستان نیز است. تاکید میکنم که مقامات ما کوشش میکنند تا تاجیکستانی ها را در روسیه با شرایط کار و حمایت اجتماعی شایسته تامین کنند. امامعلی رحمان در اظهاراتش بعد ملاقات با پوتین مسئله مهاجران را ذکر نکرد، ولی خدمات مطبوعاتیش خبر داد که در ملاقات پرزیدنت تاجیکستان با سروزیر روسیه میخائیل میشوستین که روز 21 نوامبر در مسکو دایر شد، جانبها همچنین اوید به مسئله های مهاجرت مهنتی و دیگر موضوعهای مورد توجه
گفتگوی سودمند انجام دادند. به صورت عموم طوری به نظر می رسد پوتین از اینکه امامعلی رامون سخن او را رد نکرده و به مسکو آمد خوش و راضی است. این از لحن گرم صحبت‌های او در دیدار با پرزیدنت تاجیکستان خوب احساس می شد. همچنین در تامین ثبات و امنیت منطقه با اردن برای خدمت به وطن درجه 3 قدردانی کرد. این نیز بیانگر تا چه اندازه خوش و راضی بودن کرمل از این اقدام دوستانه شریک استراتژیشان است. ناظران امور میگویند به ویژه بعد جنگ ضد اوکراین عصبانیت کرمل و خود پوتین نسبت به کشورهایی که در مسکو منطقه نفوذ سنتی خود میشمارند برجسته‌تر شده است و مثال اخیرش را در نمونه ارمنستان دیدیم که چگونه در یک شب از تمام قره‌باغ محروم شد. به این دلیل می‌افزایند اهل نظر برای تاجیکستان که بیش از 1 میلیون شهروند قابل کارش در روسیه کار و زندگی میکند از خود خوش و راضی نگاه داشتن کرمل و شخصا خود پوتین بر سر خود یک دستاورد مهم است که آن را میتوان همچون نتیجه اساسی این سفر بظاهر کموصل امامعلی رامون به مسکو نامید. پرزیدنت های روسیه و تاجیکستان ولادیمیر پوتین و امامعلی رامون در پی مذاکرات روز 21 نوامبر سال 2023 صبح 22 نوامبر در جریان یک نواری غیر رسمی ادامه دادند. امامعلی رامون روز 21 نوامبر با سفر رسمی 2 روزه وارد مسکو شد و خود همان روز با ولادیمیر پوتین مذاکرات انجام داد، از جمله در فرمت 1-1. صبح 22 نوامبر پوتین برای میمانش نهاری غیر رسمی تشکیل کرد. هر دو پرزیدنت به نهاری بدون گالستوک آمدند. پیش از آن که سر میز بشینند با پیشنهاد پوتین هر دو پیجاک‌های خود را نیز کشیدند و سپس سر میز نشستند. بنا به گزارش خدمات مطبوعات کرمل، نامگوی طعام یا منیوی نهاری پوتین و امامعلی رامون از چند نوع سالاد، بریده های پنیر، میوه و سبزیجات، مسکه، آب و شربت های بارد بود. قبلا سخنگوی پوتین دمیتری پسکوف به ژورنالیستان گفت پوتین و امامعلی رامون را مناسبت های خیلی نزدیک دوستانه متحد میکنند و این دوستی شخصی بین آنها بر روابط دو کشور نیز تاثیر مثبت میگذارد. او در پاسخ به این سوال که آیا مایه‌های ناروزگی بین مسکو و دوشنبه پیرامون یگان مسئله وجود دارد، گفت با چنین مناسبت‌های دوستانه بین آنها چگونه دعوای باز بودن میتواند. پوتین در جریان سفر امامعلی رامون او را با اردن برای خدمت به وطن درجه 3 قدردانی کرد و امامعلی رامون به نوبت خود از پوتین دعوت کرد که هر فرصت برایش مناسب از تاجیکستان بازدید کند. ولی در جریان سفر طرف‌ها یگان سازشنامه مهم امضا نکردند. پوتین و رامون روز 23 نوامبر دیگر باره وا میخورند و این بار در شهر مینسک در نشست سران کشورهای عضو اودکبه. مقامات ترکیه روز 7 اکتبر سال 2023 با درخواست تاجیکستان یک زن تاجیک را همراه پسرش بازداشت کردند و اینک بیش از 1 ماه باز مسئله استرداد آنها به دوشنبه در دست بررسی قرار دارد. بنا به اطلاع رادیوی آزادی، فاطمه غیاسووا 44 ساله و پسر 19 سالش محمدالله دانیارزاده در تاجیکستان به اشتراک در جنگ سوریه عیبدار می شوند. خود آنها این اتهام را رد می کنند. به گفته نزدیکانشان 2 هفته پیش دادگاه ترکیه درخواست ادوکات برای رهایی آنها را رد کرده گفته است مقامات تاجیکستان تا حال درخواست استرداد این 2 نفر را پس نگرفتند. مقامات تاجیکستان رسما در این باره اظهار نظر نکردند، ولی به گفته دانیارزاده ها جانب تاجیکستان گویا در درخواستش گفته باشد که گویا اعضای این عائله سال 2016 به سوریه رفته بودند. معلوم نیست که این ادعا تا کجا واقعیت دارد. ابراهیم دانیارزاده پسر فاطمه غیاسووا که حالا در ونگر قرار دارد روز 8 نوامبر گفت هیچ کدام از اعضای خانواده های آنها به سوریه نرفته است و مقامات تاجیکستان بدون دلیل آنها را تحت پیگرد پلیس بین المللی اینترپول قرار دادند. ابراهیم دانیارزاده گفت سال 2022 خود او را هم با چنین درخواست در مجارستان بازداشت کرده بودند ولی دیرتر رهایش نمودند. مقامات تاجیکستان رسما بازداشت 2 عضو یک خانواده در ترکیه را شرح ندادند. دفتر مطبوعات وزارت کارهای داخلی و ریاست مبارزه با جنایت‌های سازمان یافته شهر دوشنبه به سوالها در رابطه با این قضیه پاسخ ندادند. در کنسولگری تاجیکستان در استانبول در رابطه با این قضیه خواستار به شکل خطی ارائه کردن سوالها شدند
ولی با گذشت بیش از 2 روز از زمان ارسال سوالها به پشت الکترونی کنسولگری تا هنوز جوابی از آن جانب نرسیده است. مریم دانیورزاده فرزند دیگر این خانواده قبلا گفته بود که سال 2016 از وزارت کارهای داخلی تاجیکستان به ترکیه آمدند و به پدرم گفتند که بیایید با ما همکاری کنید. پدرم رد کرد و اونها رفتن ما رو در جستجو دادند. ترکیه در سالهای قبل یک مسیر اساسی به سوریه و عراق رفتند و به صف گروه‌های تندرو اساساً به داعش پیوستن جنگجویان به شمار می‌رفت. به حساب مقامات در عموم بیش از 2000 آزادگان تاجیکستان از جمله 10 نفر آنها خانه‌خیز با زن و فرزندان و حتی با پدر و مادران خود به خاورمیانه به سرزمینی به نام خلافت اسلامی رفتند. باور می‌رود که اکثر آنها نیز از طریق ترکیه خود را به عراق و سوریه رسانیدند. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. شب چهارشنبه 22 نوامبر سال 2023 هواپیمای مسافربر شرکت روسی اورالسکی اویالینی که از فرودگاه ژوکوفسکی در کنار مسکو به شهر خوجند در شمال تاجیکستان پرواز می‌کرد به طور اضطراری در فرودگاه شهر سمارا نشست. در این باره تلگرام کانال اویا اینسیدنت که حادثه‌های فوق‌العاده در جریان پروازها را پیگیری می‌کند خبر داد. بنا به اطلاع این کانال ساعت 02:46 به وقت سمارا در منطقه دیسپیچری سمارا اکیپاژ به دلیل بد شدن احوال سلامتی یکی از مسافران تصمیم گرفت که در فرودگاه نزدیکترین بنشیند. از همه نزدیک فرودگاه کروماچ در کنار شهر سمارا بود. اکیپاژ همچنین خواستار دعوت یاری تعجیلی به فرودگاه شد. هواپیما ساعت 02:26 با موفقیت در فرودگاه سمارا نشست. این هواپیمای ایرباس A321 بوده به شرکت اورالسکی اویالینی تعلق داشت و در خط سیر ژوکوفسکی خوجند پرواز داشت. گفته می شود در خبر تفصیلات دیگر داده نشده است. معلوم نیست که مسافر پرواز مسکو خوجند گرفتار چه بیماری شده است که هواپیما در نیم راه مجبور شد که پایین شود. در وقت‌های آخر این علاقه دست کم سیومین حالت نشست اضطراری هواپیماهای مسافرکش است که از روسیه به تاجیکستان پرواز داشتند. این حالت‌های نشست اضطراری هواپیماهای روی تاجیکستان در حالی است که این شب و روز موج موسم مهاجران کوری از روسیه به کشورهای زادگاهشان فرا رسیده است. هر سال بیش از 1 میلیون نفر از اهالی قابل کار تاجیکستان برای تامین رزق روزی خانواده‌های خود به خارج و اساساً به روسیه به مردکاری می‌روند. با رسیدن فصل سرما اساساً در فصل تیرماه اکثر این مهاجران از منطقه‌های اقلیمشان قهرتون روسیه به وطن برمیگردند. کلین و خوشدامنه که ویدیوی جنجال و زن و زنیشان اخیراً به اینترنت رو یافت و چند روز باز یک موضوع ورد زبان مردم شده است. روز 22 نوامبر سال 2023 در یک ویدیوی نو و مشترک گفتند که آن جنجال آنها کونه بود و حالا هر دو آشتی شدند و در کنار هم در صلح و صلاح و هم دیگر فهمی زندگی دارند. کلین خانواده گفت که اون ویدیو را در سر قهر هنگام جنجالشان 1.5 سال پیش ثبت کرده بود و اون رو هم تنها برای عائله خودشان و مقصد در اینترنت در تمام جمهوری پنگ کردنش را نداشت. او گفت که حالا با خوشدامنش یگان مشکل ندارد و نمیدوند که کی و با کدام مقصد این ویدیو را از تلفن او دزدیده در اینترنت پنگ کرده است. این زن از همه خواسته است که این ویدیو را پاک کنند و خانه و در آبادش را ویران نکنند. خوشدامن او در این ویدیو نقل کرد که در حقیقت وقتی که کلینش به حرفای سخت زد با او جنجال کرده بود، ولی گفت خوشدامن بعد اون جنجال ها کلینم آدم خوب شد و حالا ما هر دو مثل دوگانه ایم. این زن همچنین گفت که 5 کلین دارد و حرفای تندی که نسبتش در زیر ویدیوهای نشر شده زدند خیلی سختش رسیدند. شما میخواهید که همین خانه آباد کلید من و شوهر و فرزندانش ویران شود؟ گفت خوشدامن. در ویدیویی که نشر شد دیده میشد که کلین که روی خودش نمی نماید خوشدامنش رو با تلفن به نوار گرفته او را گناهکار میکند که با چوب لط و کوبش کرده است. خوشدامن که او هم در دست تلفن دارد و معلوم نیست که او هم به نوار گرفته ایستاده است و یا میخواهد به کسی زنگ بزند، ایده‌های کلینش را رد میکند و قسم میخورد که به او دست نرسانیده است. کلین همچون شوهر دخترچه خردسالش را که در حجره دیگر گریه کرده نشسته بود دعوت میکند و از او میپرسد که مامات مرا با چی زد؟ با چوب زد. دخترچه همچنان گریان و نالان تصدیق میکند که زد. در ادامه ثبت خوشدامن اختیار را از دست داده به حجره کلینش در آمده
به چپه کردن جیوون و آینه و دیگر چیز و چوره شروع می کند. اتفاقا برخی از این چیز و چوره بالای کودک دوم کلین می افتد و او دود و غوغا می بردارد که بچه‌ام را کشته. بنا به اطلاع دریافته این مناقشه در یک خاندان با نفوذ رخ داده. خوشدامنی که با کلین چنین مناسبت می کند خواهر انام یک منصبدار در گذشته خیلی بلندپایه است، اما از بس که ربط مستقیم به این مناقشه در عائله خواهرش را ندارد، اداره بامداد از آوردن نام این منصبدار سابق خودداری می کند. مناقشه ها بین خوشدامن ها و کلین ها یک مشکل داغ در بسیاری از خانواده ها در تاجیکستان باقی می ماند. جامعه شناسان یک سبب آن را در این می بینند که در بسیار عائله ها به سبب دست کوتاه و تنگی شرایط بعد ازدواج فرزندان نیز مجبورند که چندین سال همراه عائله فرزندانشان زیر یک بام زندگی کنند. به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نویه شومنصور با عریضه مرد 61 ساله ساکن نویه مذکور مراجعت نموده است که 19 نوامبر سال 2023 تخمینا ساعت 14:10 در کوچه عبید زاکانی پایتخت مرد 38 ساله ساکن شهر دوشنبه در حالت مستی او را لطکوب نموده بعداً به طریق زورآوری از دستش یک عدد تلفن موبیلی تمغه سامسونگ را تصرف نموده از جای حادثه غیب زده است. در نتیجه جبر دیده جراحت جسمانی برداشته است. اوید به این حادثه سنجش ادامه دارد. و شعبه وزارت کارهای داخلی در نویه شهر توز با عریضه زن 64 ساله ساکن نویه مذکور مراجعت نموده است که ماه اکتبر سال 2023 شخصان نامعلوم به طریق پنهانی از منزل استقامتیش مال و اشیاءهای روزگار، یک عدد ساعت دستی مردانه و یک عدد عینک مردانه را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرری رسانده شده 40,000 سومانی را تشکیل می‌دهد. در نتیجه گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا جوان 23 ساله ساکن نویه 5 که پیش با ماده 244 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان صادر شده است با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. این چنین گمان شونده با همین راه اولای ماه نوامبر سال 2023 به منزل استقامتی زن 33 ساله ساکن شهر توز در آمده از داخل جزدان جواهرات گوناگون طلایی را دزدیده از جای حادثه غیب زده است. ضرری رسانیده شده 10,500 سومانی را تشکیل می‌دهد. همین طریق به شعبه وزارت کارهای داخلی در نویه بلجوان عریضه مرد 36 ساله ساکن نویه مذکور وارد شده است که ماه سپتامبر اکتبر سال 2023 شخصان نامعلوم به طریق پنهانی از چراگاه دهشان دو سر چهارپای کلان شاخدار را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرری رسانده شده 13,000 سومانی را تشکیل می‌دهد. در نتیجه گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 28 ساله ساکن نویه خوولینگ که پیش با ماده 245 قسم دوم کودکس جنایتی تاجیکستان صادر شده است همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. از روی حادثه‌های مذکور تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی در نویه اسماعیل سامانی مرد 31 ساله ساکن نویه مذکور با عریضه مراجعت نموده است که 23 اکتبر سال 2023 هنگام در نزد مرکز سودای کوشانیان شهر دوشنبه قرار داشتنش مرد 28 ساله ساکن شهر کولاب با روی فریب به باوریش در آمده از او به مبلغ 91,599 سومانی لوازمات روزگار را گرفته تا حال مبلغش را برنگردانیده است. این حادثه مورد تفتیشات قرار دارد. این چنین ضمن برگزار نمودن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معین کرده شد که 15 ایول سال 2023 مرد 55 ساله ساکن شهر استرافشان با روی فریب به باوری مرد 33 ساله ساکن شهر مذکور در آمده از او یک عدد افت تمغه BMW را به مبلغ 165,000 سومانی نرخ‌گذاری کرده گرفته افت مذکور را به مبلغ 120,000 سومانی فروخته مبلغ به دست آورده را به منفعت شخصیش صرف نموده است. اوید به این حادثه نسبت گمانبر شونده پرونده جنایتی با ماده 247 قسم 4 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.